بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، خواهران و برادران مؤمن موحد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا و صفت است به الله سبحانه و تعالی که باز هم بر ما و شما فرصت از عمر داد و توفیق نصیب کرد که در درس از درسهای توحیدی با هم اشتراک بکنیم. درس ششم شروع میکنیم ان شاء الله تعالی. درس ششم ارکان ایمان و دلایل او است. ما و شما میفهمیم که ایمان نظر به اقوال علما 6 رکن داره. مثل که ما و شما میخوانیم رکن اولش آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شره من الله تعالی. اگر چه هفتمیش و البعث بعد الموت است، بعضی آدمو و الیوم الاخر در روز آخرت ایره هم حساب میکنن، چون مسئله بعث هم مربوط به روز آخرت میشه، بنابراین میگن 6 رکن است. و اگر ایره مستقل حساب بکنیم باز میشه بگیم که 7 رکن داره. خب این ارکان ایمان از کجا گرفته شده هست؟ علمای اسلام، طبعا علمایی که در عقیده تخصص دارن و در عقیده کار کردن، جزاهم الله خیرا، از علمای سلف صالح از قدیم تا عصر امروزی، علمایی که در این راستا کار میکنن و ما شاگردای از اونا هستیم، از اونا استفاده میکنیم، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعین، تبع تابعین و دیگه علمای کرام. و ما من حیث شاگردها آنچه که اونا تحقیق کردن و آنچه اونا از قرآن و از سنت استنباط کردن از او استفاده میکنیم و میایم در درس خدمت شما دوستان گرانقدر تقدیم میکنیم. امید است که الله متعال این درس ها را سبب و وسیله بر نجات ما و شما بگردانه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا. همین هست که ما ایمان خود وسیله میکنیم، با ایمان توسل میکنیم به الله متعال که الله را از جمله باقیات صالحات ما بگردانه و از جمله حسنات ما قبول بکنه و ما را توفیق استقامت در توحید و در راه ایمان نصیب بکنه و الله متعال همه ما و شما را از فتنه هایی که امروز بسیاری کسا مبتلا شدن و این فتنه ها سبب گمراهی بسیاری کسا از خط توحید شده است، الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه و از شر از این فتنه ها و الله سبحانه و تعالی پناه میبریم. میگیم که نعوذ بالله من فتنة الدنیا و فتنة الاخره و من فتنة الحیات و فتنة الممات یا رب العالمین. خب این 6 رکن ایمان که است، هر رکن از یک است مثلا در قرآن و در سنت ثابت است. دلایلش در قرآن عظیم الشان در آیت 285 سوره بقره الله متعال می فرمایند که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. پس در اینجا ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتابها، ایمان به پیغمبران اینا ذکر شده هست. همین قسم در آیت دیگه که در سوره قمر آیت 49 هست الله متعال گفته که انا کل شیء خلقناه بقدر. به حساب از این آیت شریف ما و شما بعد تقدیر خیره و شره من الله تعالی ایمان داریم. و همین قسم و کسی که به این ارکان ایمان نداشته باشه الله متعال اونا را تکفیر کرده و اونا را گفته که مسلمان نیستن. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي انزل من قبل و من یکفر بالله. ببینید اینجا الله متعال میگه و کسی کافر شد بالله به الله
و ملائکته و به ملائکه الله و کتبه و به کتابهای الله و رسوله و به پیغمبران الله و الیوم الاخر و کسی که کافر شود به روز آخرت. سعی کنین کفر اینجا در چی گفته؟ کفر به الله، به ملائکهش، به کتابهایش، به رسولش و به روز آخرت. یعنی کلش این ارکان ایمان است. اگر کسی به اینا کافر میشه فقط ضل ضلالا بعیدا، پس اینا گمراهی بسیار آشکار دارن. و دلایل ارکان ایمان در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریف است که او را هم امام بخاری رحمه الله روایت کرده و هم امام مسلم روایت کرده. همو حدیث است که جبریل امین علیه السلام میآید و به شکل یک صحابی میآید و از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه که مل ایمان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جوابش میگه ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم مفسر قرآن است، ترجمان قرآن است، تشریح کننده قرآن است. پس با احادیث خود رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات قرآن تفسیر و تشریح میکنه. در اینجا تشریح کردن که ان تؤمن بالله، سکنین ایمان بیاری به الله و ملائکته و به ملائکه الله و کتبه و به کتابای الله و به رسوله و به پیامبران الله و الیوم الاخر، پنجمی به روز آخرت، و تؤمن بالقدر خیره و شره، و ایمان داشته باشی به اندازه خیر و شر که تقدیر و اندازه کردن خیر و شر از جانب الله متعال است. این شش چیک است؟ این شش رکن از ارکان ایمان است که در این حدیث شریف ذکر شده و علمای اسلام هم به می اجماع دارند که اینمی ارکان اسلام است. و السلام علیکم و رحمت الله.